دوستان و همراهان گرامی حکیم باشی، سلام و روز بخیر عرض میکنم خدمتتون. امروز یکی از تخصصی ترین شاخه‌های طب سنتی علم مزاج شناسی هست. دقیقاً مثل علم ژنتیک که هر شخص مشخصات و مختصات خاص خودش رو داره. به زبون عامیانه اگر بخوام خدمتتون عرض کنم، دقت داشته باشین که فردی با خوردن قهوه دچار مشکل میشه و این به خاطر طبع سرد و خشک مزاج اون شخص است. و نقطه مقابل، شخصی با خوردن قهوه انرژی زیادی داخل بدنش تولید میشه و حالش خوب میشه و این شخص طبع گرم‌وتر داره. لذا حکیم باشی به شما کمک میکنه تا نوع مزاجی که دارید رو بشناسید و موازی با طبع و مزاجتون روش‌های زندگی و برنامه سلامتیتون رو تدوین کنید. با احترام، حکیم باشی.